عرض کنم که من کلاس دوم ابتدایی بودم. یه هم کلاس داشتیم، اینو 1000 بار گفتم، فامیلیش نجفی بود، حالا دیگه یادم نیست. یه روز این هم کلاس ما آمد گفت که پدرم مثلا غیب میگه یه همچه چیز. بعد از یه عده از ما اسم کوچیک ما رو پرسید و اسم مادر. من گفتم اسم مادر فاطمه، اسم کوچیکم امیر. اسمی که مادرم من صاحب میکرد امیر. این رفت و فردا آمد و هر چیز یه چیزی گفت. حالا ببین یه روز با دوشی شفری کتکنی من روش برد میدان آرژانتین، گفت که اینجا یه دکتری هست. من گفتم میخوام عینکم عوض کنم دیگه که ضعیف شده برم اینا و من آشنایی دارم اینا برید. یه پیجوی سفید هم داشت، خودشم رانندگی میکنه. رفتیم اونش من شماره عینک داد و برگشتن ها من برش دارم تعریف میکنم که فردا این هم کلاسی ما آمد گفت پدرم گفت و اون اینا به منم گفت که مثلا حالا کلمات دیگه یادم نیست، صاحب این فال سخنگو خواهد بود، من 8 ساله سخنگو خواهد بود، فرزندان زیاد خواهد داشت و 94 سال عمر میکنه. حالا شفی خوشحال گفت سایه ببین 2/3 درست در آمد، اون من 60 و چند سال بود. گفت ببین خب تو شعر بیگه و شاعر شدی فارا اینا و 4 تا بچه داری 10 تا نوه داری، اون موقع نتیجه نداشتیم هنوز. این هم درست در آمد. قسمت سوم 2/3 اون قسمت سوم درست در آمده تا حالا 60 و چند سال عمر کردی از 94 سال. بهشونم رضا فرمانو بگی شما پیشگویی رو به واد میدی بخش سوم به هم نزد. حالا خب چند هفته پیش اینجا حرف پیش آمد گفت که خب تا 94 سال که خیالم راحته، بعد از اونم دعا میکنیم داره خیلی پیست ازازه این بعد از اونم دعا میکنیم.